جرأت یا حقیقت؟ حقیقت. ریمل و یورنو چجوری اصل تقلبیشو تشخیص بدیم؟ از تفاوت‌های روی جعبه‌شون شروع کنیم. اورجینالش این علامت پرچم آلمان رو جعبه‌اش داره، رو درش. فیکش نداره. اورجینالش میدین جرمنی میخوره، ولی روی فیکش فقط یه جرمنی خورد. اورجینالش هیچ جاش تاریخ نداره، فیکش تاریخ داره. اورجینالش ته جعبه قید میشه که ریملتون مشکیه، این قید نمیشه فیکش. اورجینالش نوشته‌هاش خیلی واضح و شفافه، فیکش خیلی راحت نوشته‌هاش در حال پاک شدنه. اورجینالش زیرش گرده و بچ نامبر خورده، فیکش زیرش خط داره، هیچی ننوشته. جرأت یا حقیقت؟ حقیقت. تا حالا ریمل تقلبی خریدی؟ بله. جرأت یا حقیقت؟ جرأت. تا حالا ریمل تقلبی به مشتری فروختی؟ نه، مشتریای ما وقتی پیجی داشته باشن خودشون اصل تقلبی ریملا رو تشخیص میده.